قضیه پدرم رو سیاسی نکنید و به نفع خود استفاده نکنید. گروه هایی که امروز میخواهید منفعت خود رو استفاده برید، از شما خواهش کرده می شود همین کارها را در حق پدر من نکنید. هر یک تاجیک در هر کجای دنیا برادر من هست، برادر ما و شما هست، نوابسته از آن که مخالف است یا موافق. ما و شما را برادر و دشمنای ملت دارن جدا میکنن با مخالف و موافق. سلام و درود خود را با کل هموطنان عزیز میرسانم و در قضیه پدرم عزت امان چی گفتنیم. عین حال پدرم رو دیدیم و قضیه پدری من قضیه سیاسی نیست، یگان جنایت های تروریستی اکستریمیستی نیست و از دیگر گروه هایی که تروریستی اکستریمیستی دانسته می شوند و در اروپا قرار دارند، گروه 24 محمد اقبال صدرالدین و دیگر آنهایی که امروز سر و صداها بلند کرده ایستادند و دسیسه هایی که بافته ایستادند و از نام پدری من استفاده برده مردم رو به شور انداختنیند. مراجعت من به شما که به قضیه پدری من کاردار نشوید و سیاسی هم نکنید. قضیه پدری من سیاسی نیست. اون خبرهایی که در مورد پدری من نشر شده گویا که در قربالا بوده است، گویا او رو زدند، گویا پایهایش از کار برآمده است، اینها هم از سر و صداهای دروغ بوده است. من پدرم رو با چشمان خودم دیدم، وضع سلامتی پدرم خوب است، با هم صحبت کردیم. از شما خواهش کردم میشه مردم رو به شور ناندازید، نام پدری من رو استفاده نبرید، باقی در پناه الله باشید. حوزه که پسری او رو برآورده مجبور کرده که من با پدرم میگه گپ زدم نیم ساعت، پدرم حالش خوب است. شما همش بازیای خطون ما میدونیم و هیچ با پدرش صحبت کرده نیست. شما مجبور ساخته و گپ زده است. ما از بازیای شما خبر داریم. تو همو عزت امان اگر نبره ویدیویی نوار نکنن نپرتوینون تو نواروشمو نبینیم و توقت نمیکنیم در این دروغای شما، در این بازیای شما تو چند مردم انو میخه خب میدرونه و یا پشت زندان میبره. ما از بازیای شما خبر داریم. چندین کسا گفته که شما رو بیم آزاد میکنیم، بچت از شما رو بیم پدرت آزاد میکنیم، شما خب کنه مردم خب میدرونه و خوب زندانی میکنه. ما از بازی شما خبر داریم، زودتر آزاد کنه، زودتر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادرای اهل اسلام. گرزن با رمضان ما از حکومت جمهوری تاجیکستان خواهش میکنیم که عزت امان رو به روسیه بر بگردونن. آزادی به عزت امان، آزادی به عزت امان، آزادی به عزت امان، آزادی به عزت امان، آزادی به عزت امان. نمیشوید چی معنا دارد؟ من با 2 میلیون مهاجر انشالله یک جایم. ما با مهاجرایی که اروپا دن، خب امریکا دن، در تمام حالت یک جایم. شما دیدید در همین 3 ماه کرانتین وقتی که ملت در یک حالت گرفتار شده بود که به یک لقمه نان زار شده بودن، ما و شما یک جایه شدیم با همون دوستا و برادرای اروپا و امریکا. این ملت از ورطه هلاکت بیرون آوردیم. شما چرا میگویید که شما یک جایه نیستید؟ من با این ملتم و این ملت با من است. شما این حرفا را نزنید عزیزای دل. و من این ملت به مخالف و غیر مخالف جدا نمیکنم. ما یک انگشت هستیم، ما یک مشت هستیم عزیزای دل. این یک مشت نمیشه از شما انگشتاش جدا کنید. بنابر همین این حرفا را نزنید. برای من همه تاجیک است، چه مخالف چه غیر مخالف. من با همه هستم انشاءالله. من برادرای مخالفا برادرای ما هستن. چگونه میتونیم ما با اونا نیستیم؟ نه، ما از جزء اونا هستیم و کسایی که مخالف نیستن در تاجیکستان هم باید بدونن که اونا برادرای ما هستن. ما با اونا هم هستیم. یعنی یه نفر مخالف است، یه نفر خب دیگه غیر مخالف موافق است گوییم ده. خب سینونیم مخالف این موافق میشه. حالا یه نفر به خاطری که موافق است نمیتونه دشمن ما باشد یا ما دشمن اون باشیم. درست است؟ همه شما عزیزا خواه مخالف خواه موافق برادرای ما هستید. ما با شما هستیم. ما همه شما را دوست می‌داریم انشالله و شما را با آغوش میگیریم. اینا دانسته باشید. من هیچ وقت از هیچ تاجیک
رو نمیتابم. کسی که نباشد مخالف است یا موافق. شما همه عزیزای ما هستید، شما دوستو برادرای ما هستید. کوشش کنیم که زیر یک پرچم متحد باشیم. وظیفه اقدس ما، وظیفه مقدس ما و اولیه ما این جمع آوری کردن و متحد کردن این ملت زیر یک پرچم است، نه با نام های مخالف و موافق. امروز شما میبینید سنگای کلام بالای کسای میزنن که مخالفن یا موافقن، فرق ندارد. چی میگن؟ خائن. یعنی یک سیاستی را پیش برده ایستادن که یک عده از این ملت، یک گروه از این ملت، یک گروه دیگرش چی سنگای کلان میزنند بالای سر اونا، میگن که خائن، تروریست، اکستریمیست، وطن فروش، خیانتکار. بدون هیچ دلیل سنگا زده میشوند، فقط به خاطری که طرف صاحبی چی است؟ صاحب موقع است، صاحب فکر است. چرا؟ زیرا که انا همین جدا کردن ها به فایده گروه حاکم است. اونا ببینید شعار یهودا هست: تفریقه انداز و حکومت کن، رزدیلیه ایولاستوی. و این هیچ کس حالا تغییر نداده است، این از بین نبرده است. تا آن روزی که حکومت ها هستند، سیاست ها هستند، رزدیلیه ایولاستوی همیشه چی؟ رول مهم بازی میکند، مخصوصا در کشورهای دیکتاتوری مثل تاجیکستان. بنابر همین بیایید ما همین کار انجام ندهیم. ما با این هستیم، با وی نیستیم. ما انشالله با همه هستیم. هر یک تاجیک در هر کجای دنیا برادر من هست، برادر ما و شما هست، نوابسته از آن که مخالف است یا موافق. ما و شما را برادر و دشمنای ملت دارن جدا میکنن با مخالف و موافق. بیاید ما و شما همین کار انجام